تیزانش بعد معرکه میخوان که طرف خونه شو بیاد خرقتی به دستن هر روز در بالای خر سوار میشن طرف خونه شو حرکت میکنه بعد نمیه قشلاق دا که مردم میبینش میگه بی انصافا را 2 نفر در بالای خر بیچاره این مردک میشنن در خر میخوام نقطه خر میگیره زنک در بالای خر با طرف خونه حرکت میکنن میان یک قشلاق قد میرسن که مردکا با مردم قشلاق میگه که بی عقلی زنکلون که نباشی نخو که زن در بالای خر خودت پیاده این مردکی که پا میفهمن در زنک میگه خودت پرید پایان مردک بالا میپره هیکل میاد خر مثلا زنک پیاده بعد قسم که نمیرسن که مردم میبینه میگه که ببین بی‌انصافه زنک پیاده و خودش در بالای خر عیب نمیدونه مردکی که پا میفهمه در میخوامه خر دسته اون نقطه خر میگیره طرف خونش میاد که قشلاقی که نمیرسن مردم میگه بی اخلاق ابی نخو خر باشه پیاده برای بی اخلاق در خر سوار نمیشین بری همین نقل همین واقعه ما همین خدمت خلاصه برآوردیم اگر در زندگی چیکار کنی نکنی با مردم گپ شپ می‌آورد